آمریت امور جوانان ریاست اطلاعات و فرهنگ پنجشیر به همکاری آمریت ورزش و تربیت بدنی این ولایت مسابقات فوتبال را میان 13 تیم در ولسوالی آبشار پنجشیر برگزار کردند. مسئولان هدف این مسابقات را تشویق جوانان به ورزش عنوان کرده اند. جوانایی که و نوجوانایی که از ما و شما زیر دستای ما هست، در قبال از او هم توجه داشته باشیم تا که جامعه ما جامعه با خیر و فلاح و با کامیابی و رستگاری باشه. پیغمبر علیه السلام جوانای ما را به ورزش تشویق میکنه. ولی جسم که علیک حق، قوت جسم ماسوای ورزش به هیچ نوع به دست نمی آید. از سوی هم مسئولان محلی ولسوالی آبشار پنجشیر میگویند جوانان ستون فقرات یک ملتند و تلاش می نماییم تا زمینه های بیشتر رشد جوانان را فراهم سازیم. و انشالله پلان است که به سطح ولایت این بازی ها برگزار شود و انشالله ما در خدمت هستیم. از هر طریقی که باشه انشالله ما دریغ نمی کنیم. وعده ما ای است، تعهد می سپاریم، هیچ کسی را انشالله اجازه نمیدیم به خاطر اخلال امنیت و جوان و ملت ما را چی بکنند، از بین ببرند یا بپاشانند. در همین حال جوانان و ورزشکاران در ولسوالی آبشار ولایت پنجشیر خواهان رسیدگی با چالش‌ها و مشکلات فراراه ورزشکاران و جوانان این ولسوالی گردیدند. دیگه همچه جای نداریم به خاطر فوتبال، به خاطر رشد جوانان نه میدان خوب داریم. دیگه برای ما جای مهیا بکنن که زمستان و تابستان بتونیم فوتبال بکنیم. خواست ما از نهادهای مرتبط و غیر مرتبطی است که در این رابطه کمک‌های جدی بکنه و این جوانان حمایت بکنه، همانا که جوان ستون فقرات یک جامعه را جوان تشکیل میده. قابل ذکر است که در پایان این مسابقات تیم‌های فوتبال مجاهدزادگان، قماندانی امنی آبشار و پنجشیر یونایتد به ترتیب در مکان‌های اول، دوم و سوم این مسابقات قرار گرفتند.